العزیز الحمید. و اسلام در مورد از او چه اعتنا و اهتمام کرده، چه قسم حفاظتی از او را، تدابیر حفاظتی از او را گرفته. درک میکنیم که اسلام کدام دین است. واقعا دینی که تضمین میکنه زندگی خوشبخت انسانه. زندگی خوشبخت انسان کدام دین ضمانت میکنه؟ اسلام. در اسلام همینطور است. سه چیز شد. و ما اهل به لغیر الله. چهارم چیزی حیوان. در اینجا حرمت ها درجه به درجه قوی شده میره. حرمت مرداری بسیار به نسبت سه دیگه سبکتر است. دومش باز از مرداری کده قوی تر است، با خون است. از خون کده باز گوشت خنزیر قوی تر. خو از کلش کده آن چیزی که آواز غیر الله در وقت نظر سرش گرفته شده این بسیار حرام است. چرا؟ دیگهش استثناء داره. مرداری استثناء داشت، خون استثناء داشت، گوشت خنزیر هم استثناء داره. مویایش بخاطر جایگزین سوزن در زمان قدیم کار گرفته میشد. برای سوزن حتی بوتا را قطش میدوختن، این از پیشش کار گرفته شده. دیگه کل اجزای خنزیر حرام است. به نسبت او ما قبل خیلی زیاد در این حرمت قوی است. اما و ما اهل به لغیر الله از هر سه کده قوی ترین حرمت است که هیچ نوع استثناء نداره. مفسرین سه نظر داره. یک نظر مفسرین نیست که ما عبارت از حیوان مذبوح است و ما حیوان مذبوح اهل که آواز کرده میشه بهی بالای حیوان در وقت ذبحش لغیر الله لغیر اسم الله، بغیر از نام الله در وقت ذبح نام دیگه سرش گرفته میشه، او حیوان حرام است. چرا؟ در وقت ذبح نامی کی گرفته میشه؟ الله. اگر کسی گفته به نام محمد رسول الله حیوان ذبح میکنم، حیوان حلال است یا حرام؟ حرام است، قطعا حرام است. چرا که یکی از شرایط حلال بودن ذبح یک حیوان نام الله گرفتن است و این نام الله را نگرفت. ولو نام پیغمبر بگیری، ولو نام ملک بگیری، هر کسی که بگیری و حیوان حرام است. امروز در وطن تانی طور مردم است که نام آقای خود میگیره و حیوان ذبح میکنه و شما مردم هم از امو قصابا چیستا گوشت خریده رایسته. از امو قصابا یک دفعه تحقیق بکنید که چی عقیده داره، چه قسمی را میکشه. یک. دوم، مراد از ما و ما اهل به لغیر الله، مراد از ما او چیزایی است که آواز داده میشه بی بالای او چیز لغیر الله، در وقت ذبح به غیر الله آواز داده میشه، نظر میشه. مراد از ما همو حیوان مذبوح است، حیوان حلال است، خو لیکن تو نظر میکنی به نام غیر الله، اینی دیگه حرام است. ولو که در وقت ذبح نام الله را میگیری خو نظر به نام کی کردی؟ غیر الله کردی. در این صورت به نزد مفسرین حیواناتی که نظر میشه به نام حسین، بگوی به نام شیخ عبدالقادر جیلانی، به نام سخی صاحب، این حیوانات نظر میشه به نام بیبی، اگر حیوان باشه این کلش چی است؟ بگوی حرام است. دو قول. سوم قول او قول راجح است، ما هم است حیوان باشه یا غیر حیوان، پول باشه، بگوی نانی مغزیدار باشه، نانی پیرکی باشه، چاکلیت باشه، هر چیزی که باشه، سمنک باشه، الوا باشه، برنج باشه، گوشت باشه یا حیوان مذبوح باشه، و ما هر آن چیزی که اهل آواز بلند کرده شود در وقت نظر کردنش بهی بالای چیز لغیر الله، بغیر کی؟ الله. بگویا که این نظری بیبی است، این نظری چی است؟ علی است، این نظری حسین است، این نظری شیخ عبدالقادر جیلانی است که اینمین نظر اینمین نام بلند کرده میشه، ولو که در وقت حلال کردنش نام الله گرفته میشه. این حیوان حلال است یا حرام؟ حرام است، نظر غیر الله است. مردمی طور چایا را زده را ایستاده دای عاشورا به نام نظر حسین است، شیرا را خورده را ایست یا نه؟ خوش خوش شیرین شیرین ایست یا نه؟ در روز نوروز هم شوله ها را خورده را ایست، شوله شیرین. نظر کیست؟ شما خبر داری یا نه؟ سمنک خو بیخی ثواب هم میدانه. سمنک چی نظریات دی سمنک وجود داره؟ دعا خوانده میشه. من چون میگه دعایش از زنا یاد داره که چی میگه؟ مردم او را دو نزدیک شده نمیتونه. میتونه نمیتونه؟ نمیتونه. با سبا میگه این نام الله نوشته شده و نام محمد. امو جنی امو ترکار میکنه که خب عقیده از زیر پخته کنه. خب ای به نام نظری کیسته؟ بیبی است. سمنک اگر امو ترکسی گندم میکاره و یک طعام لذیذ برای خود جور میکنه، این توتکه ها و این چیسته بگوی گپا دیش نباشه، پروا نداره.
خو یا گپا داره. چی داره بگه؟ خو تعجب دیسته که در یک جای میگه پخته میگه دیگی کلان میباشنی از امسایشان که شوخی کده چپلق گرفته وار کده رفته دو دیگ افتاده سبا او چپلق چقدر قدر و قیمت پیدا کرده که از دیگی سمنک است. عجیب است. الله رحم بکنه. ببینی این حالتای ماست، این زندگی ماست. تا دین روز خواهرای ما امی نظرها را کرده یا نه؟ به نام نظر بیبی و به نام نظر دیگچه پخته کرده یا نه؟ ملای ما کجا بود؟ عالم ما کجا بود؟ تا دین روز نه، امروز تا آخره به نام نظر حسین و برادرای اهل تشیع شما را به الله قسم نداریم. ای بابا این سری تو بالکل فریضه است که به نام نظر حسین باید پول جمع کنی. میکنی یا نمیکنی؟ گواره که میکشه که اونجا پخته میشه، اونجا غمزاری حسین میکنه خدا میزنه، اونجا باز استخوان باید میده نشود، پیش هر کس چمکی خام مانده شود. میزنه یا نمیزنه؟ غریب و اینجا باز غریب و چی نداره، باید به نام نظر حسین پخته شود و خورده شود. کدام دین است؟ قرآن چی میگه؟ کتاب الله چی میگه؟ نظر به نام الله است. چرا نظر چیست؟ عبادت. نظر چیست؟ ولیوفوا نذورهم. شما نظرایتان وفا کنی. نظر چی را میگه؟ یکی از عملی که روا است سری تو لازم نیست، تو سری خود لازم میدانی. مردم روزه را نظر میکنه، اگر اینی حاجتم پوره شد نظر دو قسم است، یا مطلق است یا مقید است. مطلق امور را میگه قید مید نمانده، میگی سرم اینی قدر روزه نظر باشه، یا میگی که اگر فلان کارم تکمیل شد اینی قدر روزه سرم نظر، اینی قدر رکعت نماز نظر باشه، ذبح کردن یک حیوان یک مال سرم نظر باشه، رفتن به حج سرم نظر باشه، اعتکاف سرم نظر باشه، ختم قرآن تلاوت قرآن سرم نظر باشه، صدقه سرم نظر باشه که اینی قدر کالا را به مسکین میدم، اینی قدر قرآن کریم میگیرم. کلش نذور است. چی است بگوی؟ اگر کسی نظر کرده باشه سری خود لازم کرده، واجب کرده، این را باید انجام بده. چرا؟ نظر عبادت است. اما پیغمبر میگه ابتداء آدم نظر نکنه. چرا؟ نظر از بخیل مالا میکشه. از کی؟ امو طور نمیدی تا که قید قطش نمانی. اگر کامیاب شدم اینی کارا میکنم. نه، امو طور عبادت الله را بکن. شرطا را قطش نمان. خب که ماندی باید نظر پوره بکنی. نظر عبادت است و مخصوص برای کی میباشه؟ الله. آلی خیر اونو مالایی که در زیارت ها جمع میشه او نظر غیر الله است یا نظر به نام الله است؟ نظر غیر الله است. بزغاله را که بق کده کش کده در سر قبر حلال میکنه، نظر غیر الله است یا نظر الله است؟ نظر غیر الله است. اگر نظر الله می بود خدا خانه میکشه. نانی مغزیداری که در سر قبر پیدا میکنی نظر غیر الله است یا نظر الله؟ اگر نظر الله بود اینجا به فقیر میداد، پاکت چاکلیت در فقیر میداد، اونجا نمیبرد. یا کلش نظر غیر الله است. خدا اینجا یک موضوع دیگه هم خیلی مهم است. و ما اهل او چیزی که ذبح کرده میشه یا آواز بلند میشه بی به او چیز لغیر الله، برای تقربی غیر الله، برای نزدیکی جستن به غیر الله، خدا محبوب میسازی به غیر الله، این کار تو انجام میدی. حاجی صاحب میاد تو دمی رویش یک گوسفند حلال میکنی به خاطر که چی میکنی؟ من محبوب شم پیش حاجی صاحب. حاجی صاحب بگه که پیش تو روی من گوسفند کشته، یا عارس بگویه که عجیبی ور دارم در پیش روی من گوسفند کشته یا مرغ کشته، یا حلال است یا حرام؟ حرام است. اینه. یا پاچا صاحب آمده رایست آدمی زیر سوخ، حالی کرزه صاحب آمده رایسته تو ددم روش گوا میکشی، چی میشه ای؟ حلال است یا حرام؟ منظوری تو خوردن سری ازو نیست، منظوری تو چی است؟ قدر ازو را به ای که ددم روش گوا ذبح کرده ای، این مقصدیت است. یا امو گوسفندایی که برای چی میبره؟ عذرخواهی. برای عذرخواهی میبره یا نه؟ جنگ کرده دو قوم در مابین خود، یک قوم چی میکنه؟ یک گوسفند پیش رو میبره. منظور گوشت دادن برای ازواست یا نه؟ عظمت و قدر ازوا را توسط گوسفند بردن میکنی. کدام میکنی؟ تعظیم گوسفند. اینجا تعظیم ازو را تو قصد کرده، ازو خاطری گوسفند چیسته؟ گرفتنش حرام است. تو گوسفندا باید گرفتن شود. ایرا در پشتو گوسفند ننوات میگه، در فارسی برای چی میگه؟ گوسفند عذرخواهی. فهمیده؟ این قطعا حرام است. عروسی که میاد در پیش رویش که در پیش روی موترم چی میکنه؟ خروس میکشه، باز تیر موترم سرش رنگ میکنه. میکنه نمیکنه؟ بوتای عروس هم سرش رنگ میکنه
که تعالی را خود زندگی ما خیلی خوب بود، یکی دیگه خدا بعد نمیگفتیم بعد از این خون بجوشه قطعی آمدن یه روز خون. این رواجای ماست. این کدام دین است؟ این کدام اسلام است؟ سالا عمره را تیر کردیم به می حالت تیر کردیم. الله رحم بکنه. خب ملا وجود داشت یا نداشت؟ ملا وجود داشت. خب چرا نمیگفتی مسائل؟ این مسائل دینه. فمن استر غیر باغ ولا عاد، اگر کسی ناچار شد، استرار ناچاری را میگه. ناچاری دو قسم است. یکی از است که چیز پیدا نمیشه غیر از امی چیزای حرام که تو زندگی خدا بند کنی که نموری، ایرم ناچاری میگه. چیز دیگه ددشت و بیابان گیر آمدی، غیر از مرداری دیگه چیز نیست. چی میکنی حالی؟ زنده باقی نمیمانی. در دو امر قرار گرفتی. یکی اگر نخوری مرداری را میموری، اگر بخوری حرام است. الله تبارک و تعالی انسان مکلف به اندازه توان و طاقتش است. اگر بموری خب بیخی حیاتت از بین رفت. اگر مرداری را بخوری که تو حیاتت باقی مانده باشه، ایره الله برات آسان کرده، جایز کرده که تو مباح ساخته که تو بعد از مرداری استفاده کنی به مو مقدار که تو زنده باقی بمانی. اگر یک کس همینجا مرداری را نخوره بموره گناهگار است. چرا که الله مرداری را دی موقع برای چی کرده؟ مباح کرده. او تو یکی توسط زور است. زور دشمن سر تو فشار آورده، کلاشینکوف در گوشت مانده، بخوی مرداری را، نعوذ بالله این خونه بخو. او یقینا قدرت هم داره و یقین گمان غالب گمانیت است که اگر نخوری هم میزنته. بالکل بخو، حیات خدا بخر. چرا الله در اینطور موقع از شما حرج و تکلیف چی کرده؟ بالا کرده. الله هر انسان مطابق توانش مکلف کرده. مکلفیت به اندازه توان است. اینجا توان نداری دیگه، مجبور استی میخوری. ایره ناچاری میگه، ایره استرار میگه. استرار مفهومش فهمیده؟ یعنی آخرین نقطه زندگی انسان که در خطر میفته، بعد از او دست به حرام بگم میپرتی و در این وقت الله برات مباح هم میکنه. مردم ما قرضار از بانکای سودی میگیره. چرا؟ چی میگی برش؟ وقتی که سوال میکنی چرا این کار کردی؟ والا ناچار شدیم. چی رقم ناچار شدی؟ والا قرضدار شدیم. چقدر قرض داشت؟ چند خانه چقدر قیمت داره؟ اگر این خانگه که تا بفروشی ایده اشاری نو است، در اشاری نو یک 20 در 20 لک میره، در 10 لک میره. این خانه تا بفروش، قرضای تام ادا کو، برو در کوتلی خیرخانه بخر. اینجا در 50 لک فروختی، اینجا در 50,000 دلار بخر. صحیح است؟ این دیگه شقند و قرود مصرف کو. خیر است. این زندگی در اشاری نو نکو. در کجا؟ در کوتلی خیرخانه. این ناچار است یا چاره داره؟ چاره داره. مردم مطلقی کمی یک روز که گوشتش چی شد؟ قطع شد، میگه ناچار شدیم. چرا؟ این بگا گوشت نداشتیم. ناچاری اینی حالت میگه که آدم دیگه در مرگ نزدیک شده، ای آلی در مرگ، اینی را ناچاری میگه. دیگه قسم ناچاری نیسته. ما براتون پیش گفته بودم بسیار مردم خدا فریب میده، میگه ما ناچار هستیم. ناچاری اولا نمیگه. فمن استر غیر باغ، کسی که ناچار شد غیر باغ در حالی که طلب کننده لذت نباشه، یک مانا ولا عاد از حد اضافه نکنه، به مو مقدار بخوره که زندگی خدا چی کنه؟ نگاه کنه. یک مانا دیگه. مانا را نمیکنم، چندین مانا را مفسرین کرده، همین مانا مشهور است. فلا اثم علیه، بالای آدم گناه نیست. ان الله غفور رحیم، یقینا الله غفور مهربان ذات است. چه رقم که در این طور موقع براتان مباح ساخت از مرداری خوردن، رحیم رحم کننده است. اگر زیادت آمد غیر اختیاری، یعنی از اندازه زیاد خوردی، خوب قصد و به اختیار نخوردی، الله او را معاف میکنه. ان الذين يكتمون ما انزل، آلی دیگه ایجا خو آیا چیزای حرام برای تداوی درست است یا نیست؟ بله، علما بعد از تحقیق و تنقیح اینمی آیتا که آیتا نظر کرده 5 شرط کشیده. اول مسترو ناچار باشی، یعنی ناچار باشی کار بکنی. مثلا خون در کسی میدی از جان خود به کسی دیگه، مثلا خون دادن میاد اینجا و هم چیزی حرام است. آیا جایز است یا نه؟ بله جایز است، خو شرطا داره. شرطاش کدام است؟ اول ناچار باشی، دیگه چاره نداشته باشی. یعنی اگر یک آدمی مریض خونش از دیگه طرف برش تقویت میشه توسط خوردن طعاما، پس وجودش خون پیدا میکنه، در اون صورت باز خون از کسی نگیره. خو لیکن اگر آلی عملیات میکنه و دستی نیاز داره، ضرورت داره،
حالی تا که بشینه طعاما را بخوره این جانش از دست میره ناچار است از دو خاطر خون میگیره. دوم حالی در جای نمی خون چیزی دیگه حلال موثر نباشه که قایم مقام خون شوه. چرا اگر قایم مقام خون شده میتونه همو چیزی حلال انجام بده از خون استفاده نکو. دو سوم نجات توسط می خون غالب گمان و یقینی باشه. دکتر میفهمه که اگر می خون از کسی دیگه بریزی دمی وقت عملیات بدم ای حیات ازی باقی میمانه این آدم نمیماره. این دیگه شرطیش. چهارم شرطیش حالی کاری چی نباشه حصول لذت نباشه. ما و شما ساتیری برش میگیم کاری ساتیری نباشه راستی نیاز داشته باشه. پنجم شرطیش به مو قدر خونی که ضرورت داره به مو مقدار برش بده زاید نده چیزی زاید نده. چرا؟ در این موقعی که یک آدمی مریض به خون ضرورت پیدا میکنه یا آدمی ناچار است او آدمی ناچار الله تبارک و تعالی توسط مرداری و حرام هم چیش نمیکرده بگوی روا کرده برش که از او استفاده بکنه. خون دادن جایز شد بنابراین 5 شرط. ان الذين يكتمون یکی مردم حرام چیزای حرام میگه چی میگه ولا خوم نمیه تو بگی می دانگه کی چی را افیونه دانگه کی چی را خشخاشه میگه بخو چیزای مسکره که نشه میاره او را برش میده به خاطری که خو خوب میاره. مادرها علی طفلای خدا که به خاطری آرام خو کنه از همین استفاده او تا که جوان میشه معتاد کامل است. هست یا نیست؟ این گپا نیست. در دین الله در حرام شفا نگذاشته در حرام شفا نگذاشته این را باید به طریق شفا قطعا نخوریم. ان الذين يكتمون ما انزل الله یقینا کسانی که میپوشانه و احکامی را که روان کرده الله تبارک و تعالی من الکتاب از کتاب یعنی کدام مسائلی که سبب بیداری و هوشیاری مردم میشه مردم از حرام نجات پیدا میتونه و مردم هم مسائل بیان نمیکنه و یشترون به ثمنا قلیلا میخرن به در مقابل اینمی احکام ثمنا قلیلا قیمتی ناچیزه که دنیا هست دنیا را میگیره اصل حقیقت را به مردم بیان نمیکنه بلکه احکام الله را مکسبه و ذریعه برای حصول دنیا جور کرده. الله علی باز مزمت امو تعداد علما را بیان میکنه هر جایی که مردم در حرام مبتلا میشه سود میخوره نعوذ بالله به خاطری که مردم برش حقایق پوشانیده بیان نکرده مثل که آلی در کابلیتان در 100% 50% مردم در گیروی غرق است. در کجا غرق است؟ در گیروی. گیروی را باز چی میگه؟ ای دکتر صاحب است مولوی صاحب است در تلویزیونا بای جایزی بای وفا این را تشریح به مردم نمیکنه میگه ای بای جایزی بای وفا است و جناب عالم مردم یک دفعه سرش خلاص کو بای وفا کی را میگه بای جایزی کی را میگه چی شرطا داره در کتاب فقه خودت که کدام شرطا را گذاشته با مردم بیان کرده ای نکرده ای. از شما سوال دارم من خانه خود گرو بری تو دادم به احمد دادم به شیخ صاحب دادم از یک لک روپه گرفتم اگر امی شیخ صاحب در ما از یک لک روپه 50,000 افغانی از ما بگیره این سود است یا نیست؟ ها؟ کسی کدام عالم فتوا داده میتونه که سود نیست همین 5,000 افغانی؟ ها؟ صحیح کنه داده شاید بتونه نمیتونه چرا که در مقابل یک لک افغانی ما هر ماه از این چند 5,000 افغانی میگیره و اصل سود امیر میگه. دو قسم سود است یکی سود تفاضل است و یکی سودی چی؟ نسیه. سودی نسیه این امیر میگه در مقابل قرضم 5,000 افغانی میگیره. خیلی خوب شما این را انصاف کنید شیخ صاحب از ما 5,000 نخت نمیگیره خانگه که بیچارگه کم است او را گرفته در او میشینه اگر شیخ صاحب در خانه من نمیشیشت مجبور بود که 5,000 کرایه در یک خانه دیگه بگیره و 5,000 ما در اونجا چی بکنه؟ تسلیم کنه. عالی فرق در بین 5,000 افغانی که از من میگرفت و فرق در بین ازی که امی خانه ما 5,000 افغانی کرا میشه یا خودش میشینه یا به کسی دیگه داده خود در بدلی چند هزار است؟ بگه 5,000 است. فرق در بین امو 5,000 افغانی گرفتن و دمی خانه مج نشستن چی فرق است؟ یکیش پول است یکی خود نشسته یا پول است. اگر دمی خانه من نمیشیش شیخ صاحب 5,000 افغانی را در کرایه خانه میداد یا نمیداد؟ عالی کمایی کرد 5,000 افغانی را. از عالم و مولا و دکتریتان که در سطح تلویزیون فتوا میده امیر سوال کنه
بگوید در بین ازی چی فرق است؟ برادرها، گیروی قرض است. قرض ثواب داره. و من یقرض الله قرضا حسنا، کیست که برای الله قرض حسنه بده؟ هر روز زمانی که تاریخ قرضت پوره شوه و آدم دادن نتانه، همه روزه مثل که همو قدر پول تو در راه الله چی کرده ای؟ صدقه کرده ای، همی قدر ثواب داری. قرض معاملهش ثواب آخرت است، مفاد دنیا نیست. گیروی کدام معامله بی فروش است؟ نیست معامله بی فروش. چطور فایده بگیری؟ مردم چی میگه؟ او از پیسه ما فایده میگیره. خیر تو معامله جور کردیشه که او سری پیسه تو کار میکنه، تو در خانهش کار میکنی. امی طور معامله را در شریعت بر ما پیدا کو. بله در شریعتی طور معامله را اجاره میگه. ما این خانه تا برای 1 سال بگوی در مقابل 60,000 افغانی چی میگیرم؟ اجاره میگیرم. خو 60,000 افغانی را برای ازو میده خانه والا، 60,000 میره. عجیب است که ما 1 سال خانه تو اجاره بگیرم، کارم سرش بکنم، خو سالم آخر شوه پسم و پولی خود از تو چی میکنم؟ به دست میارم. چطور است؟ امیر کدام معامله میگه؟ بله پیغمبر علیه السلام از گیروی فایده گرفتن در 2-3 موارد اجازه داده. کدام موارد است؟ مواردی که تو در تکلیف هستی، گرو گرفته ای اسبا، گرو گرفته ای مرکبه، گرو گرفته ای گوسفند و بز گاوه. این گوسفند و بز و گاو هر روز تو علف میدی، هر روز در او میبری، قطش در جنجال و تکلیف هستی که علف برش میپرتی، در او میبری. آلی اینمی گاوی که قلبه میکنه، اینی اسبی که سواری میبره، اینی گوسفندی که شیر میده، کلش بری تو جایز است. چرا جایز است؟ محنت میکشی. اما در خانه کدام محنت میکشی؟ مکمل برات تسلیم کرده هیچ محنت نمیکشی. پیغمبر او را استثناء کرده در گیروی که از او فایده گرفتن جایز است در مقابل محنتت. اما اینجا هیچ نوع محنت وجود نداره. خب مردم در بدر هستن یا نه؟ قرآن امیر میگه ان الذين یقینا کسانی که یکتمون پنهان میکنن و احکامی را انزل الله که الله نازل کرده من الکتاب از کتاب و یشترون میخرن بی در مقابل همی حکم الله ثمنا قلیلا متاع دنیا که خیلی کم است. اینجا ملاها میدال میگیره، میگه ملای مذهبی است الله اجر بدشه، فلانی ملا گیره برای ما زنگ زده میشه. خب او مولای صاحب در کلی کابل یک تو ملاستی، یک تو میفهمی. ما از فلانی دکتر صاحب، فلانی مولای صاحب که ترجمه قرآن میکنه از تو که خب علما است. از واف پرسان کردم گفتن که بالکل جایز است. نه گیروی جایز است، فایده گرفتن از گیروی ناجایز است. بعضی دوستای ما از سخنای ما باز مطلب خوب نمیفهمه، میره در پیش مولا میگه که گیروی جایز است یا ناجایز و میگه جایز است. مولی متوکل خب میگه که ناجایز است. او برادر ما گیروی را نگفتیم ناجایز. گیروی یک معامله است، دستی کسی بند است. به خاطر که اعتماد سرت نداره قرض پیسه برات میده، تو باید یک چیز برای ازو گرو بدی. گیروی وثیقه است، وثیقه ضمانت است که تو اعتماد نداری پولی مرا پس میده یا نمیده. این جایز است. فایده گرفتن از گیروی ناجایز است. مسئله را هر وقت دقیق بشنوی، باز دیگه جای بگه دقیق او را پرسان کنه. اینطور نه برای ما زنگ میزن یک دوستی که برادری را میگی ناجایز است، ما پرسان کردیم. بله پرسان خو کردی و به خاطر که در جامعه یک نوع رسوخ داشته باشم، مردم تمجید کنه مرا، خو حکم الله را واضح بیان نمیکنه. او آیت قرآن هم میگه فرهان مقبوزه، نگفته که منتفعه. او گیروی که از اون نفع گرفته میشه، میگه نه قبض کرده شده، ضمانت است. این را میگه برات اولئک ما یاکلون فی بطونهم، مردما که احکام الله را در دنیا پنهان کرده، در مقابلش معلومات های دنیا را گرفته، احکام واقعی را، مسائل دینی را، واضح را که سبب هدایت و هوشیاری مردم میشه، او را پنهان کرده، در مقابل ثمنا قلیلا امامت گرفته، عالی حقایق بیان نمیکنه، موضوع توحید و شرک بیان نمیکنه. چرا؟ به خاطر که مردم بیگا میکششه. اوی مردکه میگه ما از حکمت کار میگیرم، دیگه ای را بیان نمیکنم. ثمن قلیل گرفته و نگرفته متاع دنیا را. الله چی میگه؟ اولئک ایتور مردم ما یاکلون، 4 عذاب برش بیان میکنه. کدام 4 عذاب؟ اولئک ای مردم ما یاکلون نمیخوره فی بطونهم در شکمای خود الا النار، بجز از آتش. مفسرین دو توجیه میگه. یک تعداد مفسرین میگه اینجا مراد از آتش اسباب آتش است،
چرا معلومات های دنیا را خورد لیکن حقیقت پوشانید. مردم حقیقت را نفهمید، در کارهای حرام در کارهای حرام مبتلا شدن. وقتی که تو رفع الیدین سنت نگویی برای مردم قطع سنت رسول الله نفرت داره. کسی که عمل به سنت میکنه او را لط میکنه. قطع سنت پیغمبر نفرت پیدا میکنه. نفرت قطع سنت پیغمبر آدم ده کجا میرسونه؟ کفر میرسونه. نفرت با سنت رسول الله چیست؟ کفر است. کفر از دستی نه بیان کردن تو مقتدی تو با سنت رسول الله نفرت پیدا کرده. آلی دیگه امو میخوری در شکمت بجز از آتش دیگه چیز نیسته، ای اسباب آتش است. بعضی مفسرین میگن نه حقیقتا آتش است. چرا؟ اونجا در او دنیا در شکم آتش خورده رایسته. چرا؟ به خاطر که حقایق به خاطر کسب و کمایی معلومات در دنیا پنهان کرده بود. یکی ولا یکلمهم الله، سخن نمیگه به لطف و مهربانی الله قطش یوم القیامت، در روز قیامت. بزرگترین نعمت در روز قیامت دیدار الله و سخن کیسته؟ لیکن این علما از پیشش محروم است.